سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین. ولاگ امروز را سر میکنم از انمی لباس های بهت زیبا برای زنها، انمی ابایه های بهت فسان. نرخ های یا ای 150 سوم سر میشه تا 700-800 سوم، ایاش باشن 650 سوم. انم خیلی لباس های زنانه بهت خوش رو من خواستم کم ترک به نوار بگیرم برای شما پیشنهاد کنم. شما هم از نرخ نواهای لباس های زنانه آگاه باشین. بیشتر شما که در غریبین و کم ترک خواستم برای شما ویدیو کنم نشان بدم. در وقت زیق شدنتان کمک که تماشا میکنین. منم خیلی دوستانی عزیز جدید من لباس های کرتا را تماشا کردم. نرخشان سر میشه کرتا 140-160. انم خیلی نرخ های نرمانی نرخ. انم خیلی کرتا وقتی پاپلین یکم پاپلینی معقولت میشه میگو بخرم پاپلینه. من در 1-3-4 پاپلین معقول شد که دیدم نرخش 280 300-320. انم خیلی نرخ معقول شد. نه پاپلینه پاپلینای چیش باشه نرخش پستر خیلی معقول نشد. خیلی هر کس به خواهش دلی خودش چی میکنه. اینجا در کانتر لباس کودکانم ویدیو نشان دادم. به هدم کرده چقدر شورت که چخش رو برای بچه ها. و امیره گفتنیم دوستانی عزیز که وقتی که پاپلین نمیگیریم با نرخ مثلا 200 سومان هم باشه باز پول دوزنده حاضر دوزنده 60-70 سوم کم نمیدوزه. خودش قریب 200 چند سوم میشه. برای همین کرتای دختگی تیار نرخشون 140-160. انم خیلی نکی خودم کرتارم میدوزم نکی در حاضر خواستم اگم کرتای دختگی تیار بگیرم. انم جدا نمی کرتای ملاچنی به حد مده معقول شد. متاسفانه رزمیر نداشته. من خواستم سیاهش بگیرم همین رزمیرش نبوده. برای دوستانی عزیز من کم ترک تماشا کردم بازار خانه در کارم بسیار تر بود. آمدم نصیب باشد یک روز دیگه میرم با کرتای معقول دیل من میگیرم. نه لباس ها به حد لباس های خوش رو کرتای همش عجیب کرتای فسانی خوش رو. خواستم کم ترک شما در ویدیو کنم ای نرخ نوای لباس ها آگاه شن شما هم برای ایده یکم کرتوی برکنیم بختانه و نمخه در اید نمخه کرته بپوشین. ایدی هر یک شما مبارک شه. آمدی اید دوستانی عزیزی جدا من چی دارم خمیر دارم و سر چکدان رفتستم برای اچرت گرفتن. خمیر معلقه قریب رسیده اچرت گرفته بودم و گفتم سر چکدان نکو بینم قریب کده باشن زنکا یا نه. اینجا باشد گلیم شوی تازگی برای اید زنکا گلیم شدستم و هم نم خیلی سر چکدان آمدم. ولی هم اچرتی من نرسیده بوده. به حد آدم بسیار در سر چکدان. نم خیلی زنکا ناناشون چسبونده نکی اچرتی من نیست. انا خمیرای مرا بینم بچه احوال آمده همش هم خیلی دم کده ای چی برامده رفته. به حد چی شدن برای که اچرت سر چکدان در به حد آدم بسیار یک چکدانه در بین 3-4 دام برای ما اچرت دیر میرسه. برای ما گشترک خمیرا منم خیلی جمع کردم ماندم تا وقتی اچرتم رسیده نگفتم بستنم. خیلی اینجا کلچه کدگیم نان کدگیم تا اچرتم میرسه که نمیدونم احوال خمیرای ما چی میشده باشد. برای ما را همراهی کنند نانپزی دوستان. اینجا در خمیره را من راست کردم. نان کلچه میده نکردم. هم کلان نکشان کردم برای علاقه دیر شد. دیر چی دسته بود برای چی؟ نان های به حد نان های خشروم
نان صورت گیرم به نان های بامزه. نام خیلی دوستان عزیز، نان تنوری به حد بامزه، بوی بامزه داره و نانم پخته گرفتم.